آیا با واقعیت زلال هاشمی کشته شده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی زلال هاشمی. زلال هاشمی چگونه از کابل ربوده شد؟ گفتنی‌های تازه همسر زلال هاشمی در این باره، افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی وی بعد از ازدواجش. اکنون شوهر زلال هاشمی در چه وضعیت است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلال هاشمی، دختر خانم جوان، چهره شناخته شده، مشهور و مطرح در میان مردم افغانستان بوده است. زلال هاشمی اصالتا پشتون بوده است، ولی کارهای هنر موسیقیش را از برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاصی کسب کند. زلال هاشمی دختر خانمی بود که توانست مقام دوم را در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع از آن خود کند. این همه در حالی است که زلال هاشمی هنرمند جوان بعد از آن که از برنامه ستاره افغان حذف شد، دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت و کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرد و ازدواج کرد و ازدواج دوم زلال هاشمی در کابل صورت گرفت. این همه در حالی است که زلال هاشمی دختر خانم جوان تازه تصاویرش در میان مردم افغانستان دست به دست می شود که وی در کابل ربوده شده است و همسرش تازه این موضوع را رسانه‌ای ساخته است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، ولی ما آرزو داریم زلال هاشمی دوباره با سعادت کامل به خانواده‌اش بپیوندد. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلال هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، تمام شما نازنینان ارجمند کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.